بعضی کلمات هستن که یکسان تلفظ میشن ولی یکسان نوشته نمیشن و معنیشون هم فرق میکنه. 3 تا کلمه من اینجا براتون مثال زدم که هر 3 کلمه به یک صورت تلفظ میشه. بای، بای، بای. هر 3 کلمه دیدیم که به یک صورت من تلفظ کردم ولی معنیاشون فرق میکنه. حالا ما از کجا بفهمیم که این بای رو گوینده میگه، این بای رو نمیگه، یا اینو میگه، اینو نمیگه؟ ما با توجه به متن جمله متوجه میشیم. الان نگاه کنید، بای حرف اضافه است، یعنی به وسیله. بای خودش به تنهایی یک کلمه است. بای اینجا فعله. متوجه شدیم؟ خب حرف اضافه یعنی چی؟ یعنی مثل از، به، برای، به دلیل، اینها در فارسی میشه حرف اضافه و در انگلیسی هم ما داریم حرف اضافه زیاد داریم، حداقل 20 تا حرف اضافه داریم. اینجا نوشتم I want to go by bus. من میخوام برم خونه با اتوبوس. پس اینجا بای شنونده باید متوجه بشه که این بای حرف اضافه است. حالا اینجا یک کلمه کامل این بای و اسم هست. بای بای. anything else؟ کاری نداریم. بای بای یعنی خداحافظ، من میخوام برم خونه. پس طرف متوجه میشه که این بایی که سخنران میگه این خود کلمه خداحافظی است. کلمه سوم که اون هم به صورت بای تلفظ میشه فعل I want to buy a new car. اینجا شما باید متوجه بشید که اینجا منظور فعل هست، فعل خریدن. I want to buy a new car. من میخوام بخرم یه ماشین جدید.